سال 2025 در سراسر جهان 700 سالگی حافظ شیرازی، یکی از بزرگترین شاعران ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس با تنتنه تجلیل کرده می شود. این باعث افتخار و سربلندی کل مردم شریف کشور می باشد، زیرا معرفی نابغگان ملت در عرصه جهانی باعث باز هم بالا رفتن آبرو و نفوذ خلق تاجیک می گردد. همه این به شرافت استقلال دولتی، تلاش و زحمت ها و سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میسر گشته است. طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر سال روان در جمهوری 700 سالگی شاعر غزلسرای تاجیک و فارس حافظ شیرازی جشن گرفته می شود. در این روند تاکنون در کشور و بیرون از آن چاره‌بینی‌های گوناگون علمی و فرهنگی تشکیل و برگزار گردید. چنانچه در حاشیه کنفرانس بین‌المللی علمی تحت عنوان 700 سال با حافظ در قرارگاه یونسکو در شهر پاریژ فرانسه به افتخار 700 سالگی حافظ شیرازی نمایش جشنی برگزار گردید. در نمایش از فاند طلایی آثارخانه ملی تاجیکستان و مرکز میراث خطی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان نسخه‌های دست‌نویس و کتاب‌های چاپی سنگی دیوان خواجه حافظ شیرازی که اهمیت بزرگ علمی و تاریخی و فرهنگی دارند پیشنهاد تماشابینان گردانیده شدند. برگزاری جشن 700 سالگی حافظ در یونسکو اساساً با اقدام سرور دولت پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان صورت گرفته است، چون محض درخواست حکومت جمهوری تاجیکستان از سازمان با نفوذ یونسکو بود که این جشن بزرگ در مرکز یونسکو در شهر پاریس فرانسه برگزار شد و یک نکته بسیار جالب این بود که تاجیکستان به حیث هم مهمان بود و هم میزبان به آن معنا که تمام چاره‌بینی‌های فرهنگی محض با اقدام هم وزارت فرهنگ و هم حکومت جمهوری تاجیکستان در توافق یعنی موافقت با سازمان یونسکو صورت گرفت. از این رو در تمام بخش‌ها دو گرداننده بخش بودند که یکی حتما تاجیک بودند و یک حس بسیار افتخار آور از آن بود که ملت تاجیک از چنین منبری بلند دعوای فرهنگ جهانی داشتند، دعوای بزرگان داشتند که امروز جهانیان را مفتون خودشان کردند و 700 سال باز هم بزرگان غرب و هم بزرگان شرق با وجود ایشان نفس میگیرند و زندگی میکنند. بسیار یک حس افتخارانگیز برای ما بود. بخش های گوناگون این برنامه بود. ما وقتی گزارش های علمی بود در 6 بخش و یک کنسرت 6 مقام تاجیکان در تالار بزرگترین یونسکو بود که اینم بسیار کنسرت جالب بود. من وقتی خودم با چشمای خودم مشاهده میکردم که نمایندگان ملت‌های گوناگون همه اشتراک داشتند. حافظ شیرازی که محض با همین نام و تخلص عالمگیر شده است، باعث افتخار و سربلندی کل مردم کشور می باشد. این شاعر کلاسیکی تاجیک و فارس در عصر 14 عمر به سر برده با ایجادیات والای خود توانست نام خود را برای هزار ساله های آینده به میراث گذارد. موضوعهای اشعار حافظ شیرازی گوناگونند: ترنم عشق و محبت، دوستی و رفاقت، راستقولی و پاکطینتی، منظره های طبیعت دلانگیز، غنیمت دانستن عمر و امثال اینها می باشد. حافظ یک نابغه ادبیات فارسی تاجیکی هست. حافظ یگانه شاعر است که در تمام ساحت شعر فارسی تاجیکی در تمام نوعهایی که وی قوه آزموده است و دست هنر یازیده است بسیار موفق است، خاصتا در غزل، اما در ساقینامه هم در رباعی هم در بعضی ژانرهای دیگر هم بسیار کارهای عجیب میکند و حافظ تفکر دیگرگونه دارد و امروز هم وقتی ما دیوان حافظ میکشاییم گویا که حال دل ما گفته است. و یک نکته بسیار جالب این است که حافظ در ادبیات غرب هم بسیار تاثیرگذار است. مثلا گیوته مشهور آلمانی که بسیار به حافظ عاشق بود میگفته، یک شعر هم دارد میگوید که حافظا کاش چطور نادره گفتاری کنم پیروت باشم و گویم سخن خواسته یا همچنین چیزهای دیگر. باید گفت که هدف تجلیل 700 سالگی حافظ شیرازی این ارجگذاری به این شخصیت تاریخی و آثار بی‌بهای شاعر بوده بار دیگر به جهانیان از تاریخ و فرهنگ و تمدن والای خود درک می‌دهد.